دزدگیر اماکن نصب کنیم یا دوربین مداربسته؟ این سوالیه که ذهن خیلی رو درگیر کرده. اگر بخوان یکی از این دوتا تجهیزات امنیتی رو راه اندازی بکنن، میگن دوربین رو بذاریم بهتره یا دزدگیر اماکن بذاریم. میخوایم توی این ویدیو خیلی مختصر و مفید و خلاصه این موضوع رو بررسی کنیم از ابعاد مختلفش. برای اینکه بدونیم کدوم یکی از این دوتا مهمتره و اولویت داره، باید اول بیایم کارایی‌های این دوتا رو مورد بررسی قرار بدیم. اول میریم سراغ دوربین مداربسته. دوربین مداربسته کارش جنبه نظارتی داره. کاربردش چی هستش؟ مهمترین کاربردش اینه که شما اگر دوربین رو نصب بکنید و کسی بیاد سرقت بکنه، میتونید شناساییش بکنید که اونم یه راه هستش برای اینکه شناسایی نشه. میتونه ماسک بزنه و چهرهشو تغییر بده، عینک بزنه، کلاه بذاره و بتونه جلوگیری بکنه. دومین موردی که دوربین جنبه تشخیصی داره، برای جاهای استفاده میشه که مثلا شما توی پارکینگ گذاشتی و کسی میاد آسیبی چیزی به ماشینتون میزنه و حالا میتونید شناساییش بکنید، یا اینکه جلوی در نصب بکنید یه ماشین بیاد رد بشه، خرابکاری بکنه، آسیبی بزنه و شماره پلاکش رو بتونید داشته باشید. یا برای پیدا کردن وسایلی که حالا تو محیط کارتون گمش کردید و نمیدونید کجا گذاشتید، میتونید از این طریق پیدا کنید اون وسیله رو. مورد بعدی این که برای اینکه جایی که کار میکنید یا محل کاره و حالا مشتری یا اون کسی که ارباب رجوعه میاد اونجا پول میده یا بچه نق یا هر چیز دیگه ای، برای اینکه ببینید دقیقاً اون چه مقدار پول داده یا چه کالایی رو تحویل گرفته، حالت مدرک حساب میشه دیگه دوربین اینجور جاها. و برای اینکه جایی که شما کارمند دارید و میخوان ببینید نیروی کارتون اونجا حضور داره نداره، داره کار انجام میده یا نمیده، و اینکه حالا میتونید اونجا دوربین میکروفون دار نصب کنید و صدای محیط هم بشنوید. به طور کلی دوربین جنبه نظارتی داره و نمیتونه از سرقت جلوگیری بکنه و میتونه یه حالت ترسوندن داشته باشه، مخصوصا وقتی دوربین در معرض دید باشه و اینکه حالا اون کسی که میخواد یه عملی رو انجام بده و سرقتی یا خرابکاری انجام بده، وقتی که ببینه اونجا دوربین داره خیلی تو گرد این کار نمیره که بخواد بره اون سرقت رو انجام بده یا اون خرابکاری رو انجام بده. و حالا بریم سراغ دزدگیر، ببینیم که دزدگیر چه قابلیت هایی داره برای ما و اینکه میتونه بهتر باشه از دوربین یا نه. دزدگیر همونطور که از اسمش مشخصه دیگه برای شما تصویر نمیتونه بگیره و فقط میتونه حالت پیشگیری داشته باشه و نظارت نمیتونید بکنید، پایش و نظارت ندارید. اونم به این صورته که شما پنل دزدگیر رو نصب میکنید توی محیطی، برای مثال کنج دیوار یا داخل رک یا یه جایی که در دسترس عموم نباشه. داخل دزدگیر یه دونه باتری بکاپ قرار میدیم که اگر برق اون محیط قطع شد یا عمدن یا سهوا، دزدگیر غیر فعال نشه و بتونه کار خودش انجام بده. و ورودی هایی که شما دارید مثل ورودی پنجره، ورودی در، بالا پشت بون، حیاط، پارکینگ یا هر جایی که امکان نفوذ هست و شما سنسورهای حرکتی نصب میکنید و به محض ورود سنسور حرکتی شناسایی میکنه اون فرد غیر مجاز رو و چند تا کار انجام میده. یکی این که میتونه آژیر بکشه و سر و صدا کنه و اون فردی که ورودش غیر مجاز، حالا سارق یا هر کسی که هستش یا خرابکاره، اون دیگه وای نمیسته ببینه دزدگیر از کجاست قطعش کنه یا هر چیز دیگه، اونجا رو ترک میکنه سریع. دو اینکه با شماره تماسایی که شما موقع ستاپ کردن یا نصب کردن دزدگیر وارد کردید تماس میگیره و شما رو مطلع میکنه. سه اینکه به شما پیامک میده دوباره به همون شماره تماسایی که شما توش وارد کردین، که معمولا دزدگیرهای اماکن 10 تا شماره پیامک و 10 تا شماره تماس گرفتن دارن که شما میتونید حالا یا یه دونه، دو تا یا هر چند تا سقف 10 تا وارد بکنید داخل اینا. مورد بعدی اینه که
شما میتونید روی دزدگیر سنسورهای مختلفی رو ست بکنید و اهم از مگنت، سنسور دود، سنسور حرارت و اینجور سنسور شوک. مگنت کار دیگهش اینه که در کنار چشمی حرکتی شما میتونید به ورودی هایی که درب داره یا پنجره داره و دو تا لنگه روی همدیگه قرار میگیره نصب کنید، به صورتی که دو تا قطعه کوچیکه که نصب میشه، یه دونش روی این لنگه در یا پنجره، یکیش روی اون لنگه در. به محض اینکه این دوتا از همدیگه جدا میشه، سنسور دزدگیر فعال میشه و شروع میکنه به آژیر کشیدن و پیامک یا تماس گرفتن، که حالا شما میتونید حتی رو در گاف صندوق هم اینو بذارید. هر جایی که درب داشته باشه شما میتونید این رو روش اعمال بکنید. سنسور دود سنسورهایی هستش که الان تو سقف همین دفتر ما هم نصبه و برای اینه که موقعی که خدای نکرده آتش سوزی یا اتفاقی افتاد، دزدگیر نمیتونه خاموشش بکنه چون سیستم اطفای حریق نیست، ولی میتونه به شما اطلاع بده که مثلا اون محل گرمای بیش از حد بهش رسیده و شما مطلع کنه که شما حالا یا با آتش‌نشانی تماس بگیرین یا خودتون بیاین و اقدامات بعدی رو انجام بدید. سنسور شوک یا لرزش سنسوریه که شما میتونید روی کرکره، درب یا جایی نصب بکنید که محل وروده یا جاییه که مثلا سارق یا خرابکار ممکنه بتونه از اونجا نفوذ بکنه و وقتی که میخواد بیاد اون کار انجام بده طبیعتاً باید دست بزنه و یه کارایی انجام بده دیگه، حالا یا ضربه بزنه یا قفل رو بشکنه. وقتی که اون سنسور شما نصب بکنین با اون شوکی که وارد میشه به کرکره یا به در، اون سنسور فعال میشه. یعنی لازم نیستش که حتما در باز بشه یا طرف بیاد تو که سنسور حرکتی اونو ببینه یا مگنت اونو ببینه. بنابراین سنسور شوک میتونه قبل از اینکه سارق یا کسی که فرد غیر مجاز وارد بشه میتونه جلوگیری کنه و به شما اطلاع رسانی بکنه. پس همینطور که میبینید قابلیت خیلی زیادی داره دزدگیر که میتونه پیشگیری بکنه از ورود و در اصطلاح این اسمی هم که روش هستش دزدگیر اماکن خیلی بهش میاد. اگه تا اینجا ویدیو همراه من بودین یه لایک بزنید و اگه از این نوع پستا خوشتون میاد کانال رو سابسکرایب بکنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید و که بقیه ویدیوها رو بهتون نشون بده. هر روز معمولا 1 یا 2 ویدیو جدید منتشر میکنیم. ما در کنار کارمون که انجام میدیم تولید محتوا هم انجام میدیم برای شما که روزی 1% بهتر بشید و بتونید یه نصاب حرفه‌ای تبدیل بشید. خب حالا بریم یه مقایسه کلی داشته باشیم درباره دزدگیر و دوربین و اینکه نسل جدید دوربین ها و دزدگیرهایی که اومدن به این صورته که علاوه بر اینکه شما میتونید دزدگیر یا دوربین رو به تنهایی نصب بکنید، میتونید یه سری از دوربین ها رو که حالا شبیه به همین دوربین، البته این ظاهر دوربین همه این دوربین ها این قابلیت رو ندارن، بستگی به اردو لنز و سایر متریالش داره. دوربین رو به دزدگیر متصل بکنید. به چه صورت؟ به این صورت که وقتی که شما دزدگیرتون نصبه، دوربینتون هم به این دزدگیر نصبه، وقتی یه شخص غیر مجازی تو محوطه دیده بشه، این دوربین میبینش، تصاویرش رو ضبط میکنه داخل هارد DVR و سیگنالش رو میفرسته به دزدگیر و دزدگیر فعال میشه، آژیر میکشه و به شما زنگ و پیام میفرسته. این هم میشه مدل ترکیبیش که نسل جدید دوربین ها هستش که به دزدگیرها متصل میشن و باید ببینیم نیاز ما چیه برای جمع‌بندی بحثمون. اگر شما نیازتون اینه که پایش بکنید محیط کارتون و کارمنداتون و حتی مشتریاتون رو، حتما باید دوربین نصب بکنید و بهتره که دوربین مدار بسته باشه تا دوربینای بی سیم و سیم کارتی و وایرلس. و اگر میخواید که وقتی شما اونجا نیستید از ورود غیر مجاز جلوگیری بکنید، حتما باید دزدگیر اماکن نصب بکنید که وقتی که شما اونجا نیستید بتونه مراقبت کنه از اموال شما. حالا دزدگیر میتونه موقعی هم که شما اونجا هستید و به یه قسمت‌هایی دسترسی ندارید و نمیخواید اونجا باشید، میتونید زوم بندی کنید دزدگیر رو و مثال شما خودتون داخل خونه هستید و داخل پارکینگ بالا پشت بوم و طبقه بالا نیستید، قسمت
پارکینگ و بالا پشت بون و طبقه بالا رو فعال میکنید و اون قسمتی که خودتون هستین رو غیر فعال میکنید زونشو، به این صورت که اگر کسی وارد اون قسمت ها شد دزدگیر فعال میشه و شما رو مطلع میکنن. حالا پیشنهاد ما اینه که اگر که شما از نظر بودجه‌ای مشکلی ندارید، هر دوتای این دوربین و دزدگیر رو نصب بکنید ترجیحاً، تا در کنار همدیگه به صورت مکمل کار امنیت شما رو انجام بدن. و اگر میخواین یکیشون رو نصب کنید باید ببینید که نیازتون بیشتر موقعی که هستین و میخواین نظارت بکنید یا میخواین جلوی سرقت رو بگیرید. که اگر میخواین نظارت بکنید دوربین رو نصب بکنید و اگر میخواین جلوی سرقت رو بگیرین در تایمایی که خودتون نیستین دزدگیر اماکن رو نصب بکنید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه، توضیحات بنده. اگر از کانال خوشتون اومد، از ویدیو خوشتون اومد، میتونید سابسکرایبش بکنید و اون زنگوله و داستان بقیه‌شو انجام بدین. یا علی مدد.